امروز اویدی دو دعای حرف میزنیم که نه همه ما از آن باخبریم، لیکن این دعاها در قرآن کریم ذکر شدند و یک دعاش را ابراهیم علیه السلام، دویمش را موسی علیه السلام در دعای خود ذکر کردند. و اینک ما دو دعای مضمونا مانند داریم و آنها دعاهای هستند که نه همه اویدی آنها فکر میکنند و به معنی آنها داده میشوند. برای همین شاید که شما از این دعاها خبر نداشته باشید. و دعای یکم در سوره یونس آیت های 85 و 86 آمده است. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین و نجینا برحمتك من القوم الكافرین. یعنی که ای پروردگاری ما را لگدکوب قوم ستمگاران مکن و ما را به رحمت خود از گروه کافران خلاص کن. این دعا را حضرت موسی علیه السلام وقتی که با همراهان خود گریخته بودند، شما میدانید که حضرت موسی علیه السلام را فرعون جستجو میکرد و هنگامی که حضرت موسی علیه السلام با آنهایی که پیروی میکردند گریختند از فرعون، همین دعا را خواندند. و اگر شما در یاد داشته باشید که ابراهیم علیه السلام نیز در دوره زندگی میکردند که پادشاهان همان دور حضرت ابراهیم علیه السلام را نیز جستجو داشتند و دعای دوم که به همین دعا، یعنی که دعایی که حضرت موسی علیه السلام کرده بودند خیلی مانند است و از جانب ابراهیم علیه السلام ذکر شده است. این دعا چه معنی دارد؟ زیرا فهمیدن مفهوم آن دشوار است. حتی تابعین به صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سوال می‌دادند که این دعا چه معنی دارد. یعنی که آنها تابعین، انسان‌هایی که بعد از صحابگان میستند، یعنی که آنها در همان دوره‌ای که زندگی میکردند معنای این دعا را به خوبی نمیفهمیدند و از صحابگان میپرسیدند که این چه معنی دارد. وقتی که آنها میپرسیدند پس چه حاجت برای ما و شما؟ یعنی که و امروز ما سه تفسیری همین دعا را، یعنی که سه نمودی که با همین دعا را معنی داد کرده می شود دیده می بریم. و شما الکی می دانید که در قرآن کریم یک آیت خود می تواند چند معنی را دارا باشد و این هم به مانند همان است. و تفسیر یکم چنین است، یعنی وقتی که موسی علیه السلام با همراهان خود از فرعون گریختند گفتند که خدایا ما را لگدکوب قوم ستمکاران مکن. یعنی آنها گفتند که خدایا وقتی که ما را امتحان میکنی ما را با دستان آنها سرزنش نکن. یعنی اگر آنها ما را دارند و لطکوب کنند ما از امتحان نگذریم چه می شود؟ اینجا مفهوم این کشاد است. یعنی آنها از خداوند طلب کردند که تا خداوند آنها را از فرعون خلاص کند. و تفسیر دوم چنین است. این تفسیر خیلی عجایب و پرمضمون است. خدایا ما را سبب آن نگردان که از پشت ما این کافران اسلام و پیامبر را رد کنند. یعنی چگونه؟ خدایا نگذار تا آنها در ما چیزی را ببینند که سبب و دلیل آنها برای رد کردن اسلام شود. این برای ما یادآوری است و این به مانند آن است که وقتی که شما در جای زندگی دارید که مسلمانان کم هستند یا شما یگانه مسلمان هستید لیکن رفتار و معامله شما تا اندازه درست کرده نشده است. یعنی که رفتار و اخلاقی بد دارید، شما رفتار و اخلاقی که به چارچوبه آدمگری داخل نمی شود. و در همین حالت آن آدم هایی که با شما زندگی داشتند، یعنی آنهایی که در اسلام نبودند،
در روز قیامت میتوانند بگویند که خدایا یگانه مسلمانی که من میشناختم این فلانی بود، ولی وی چنان رفتار داشت که از دیدن وی من گفتم که اگر وی این گونه باشد، یعنی که وی مسلمان است و بالای مسلمان بودنش این گونه رفتار میکند، پس من نمیخواهم که اسلام را آموزم. استغفر الله. خداوند ما را از این روز در پناهش نگه دارد. آمین. و تفسیر سیوم چنین است: تفسیرهای این دعا بسیار است، ولی برای ما همین قدر کفایه است. و اینجا باید دانیم که این تفسیرها 1000 سالها پیش نوشته شدند. یعنی هر کدام از این تفسیرها در کتاب‌های آمدند که زیاده از 1000 سال پیش نوشته شدند. در دوره‌ای که مسلمان‌ها بزرگترین آدمان روی زمین بودند، در دوره‌ای که دولت مسلمان‌ها زیر اداره خود تمام دنیا را داشت، در دوره‌ای که مسلمان‌ها از همه جهت، چه از تکنولوژی، چه از علم طب، چه از اداره کنی دولت، از دیگر دولت‌ها خیلی پیشرفته بودند. و این در اصل همین گونه بود زمانی که 1000 سالها دولت اسلام یعنی مسلمانان در دنیا یکم می ایستادند. عالمان همان دور این دعا را چنین تفسیر کردند که خدایا ما را در این دنیا از مغلوب شدگان نگردان، یعنی ما را از قفاماندگان نگردان، زیرا اگر ما در ترقیات از دیگران قفامانیم، آنها میگویند که اینها آدمان قفامانده هستند و پس از این توجه به دین مبارک نمیکنند. آدمان آن زمان شاید گمان هم نمیکردند که این گونه حالت چطور ممکن است، زیرا که آنها آدمان پیشرفته ترین دنیا بودند. لیکن عالمان این دعا را چنین تفسیر کردند و ما و شما امروز در همین حالت قرار داریم. و ببینید که چگونه با گذشت وقت جایها عوض شد و دنیا نیز دیگرگون شد. اولین آدمی که قرآن را به زبان لاتینی ترجمه کرده است این رابرت کیتانسکی می باشد. وی به اندلوسیا برای آموختن علم طب می رود. رابرت کیتانسکی از انگلیا برای آموختن علم طب به اندلوسیا می آید و برای درس خواندن وی می بایست که زبان عربی را آموزد. همین طور وی عربی را می آموزد تا علم طب را آموخته تواند. و اینجا و به نزد او وقتی که یک به زبان روسی پاپا گیم، همان آدمی که در سرکف خدمت میکند، به نزد او می آید و میگوید که برای من نفر لازم است که زبان عربی را خوب داند و قرآن را به زبان لاتینی ترجمه کرده باشد. و اینجا مهم آن است که وی امین رابرت از انگلیا به دولت مسلمان ها آمد تا علم طب را آموزد. یعنی که وقتش زمانی بود که دولت مسلمان ها بسیار ترقی کرده بود و از تمام روی دنیا به این دولت ها می آمدند برای آموزش. لیکن امروز باشد چی؟ ما حاضر برای آموختن علم به کجا می رویم؟ من نمیخواهم که شما اوید این موضوع حاضر بسیار چقدرتر فکر کنید. الحمدلله اسلام امروز از همه دینی پهن شونده است. امت اسلام بسیارترین آدمایی هستند که کارهای خیریوی میگذرانند. آداب و رفتار مسلمان ها در دنیا از همه بهترین است و از همه مهم آن که ایمان مسلمانان روز تا روز قوی تر شده ایستاده است، در حالی که در دیگر دین ها این چیز به نظر نمی رسد. یعنی که مسلمانان روی دنیا روز به روز بسیارتر و بسیارتر شده ایستادند. آدمان بسیار هر روز اسلام را قبول کرده ایستادند. لیکن در دیگر دین ها باشد چی؟ پیروان آنها روز تا روز کم شده ایستاده است و آنها وقتی که راه حق را در می آورند
از دین خود برمیگردند. برای همین این دعا را استفاده برید تا خداوند ما را سبب آن نگرداند که کسی از پشت ما اسلام را رد کند. در همین جا سلسله نوبتی را با آخر می‌رسانیم. دوستان عزیز، برای شما می‌رسانم که برادر مسلم این شبکه اینترنتی میباشد و در یوتیوب کانال خود را دارد و در فیسبوک باشد صحیفه خود را دارد که آنجا مطلب های ما نشر می شوند. دوستان عزیز، حتما با شبکه ما در یوتیوب و فیسبوک آبونه شوید تا از موضوع های نوبتی بخبر نمانید و اینچنین این موادها را به یار دوستان خود نیز بفرستید تا اینکه آنها نیز مطالعه کنند و شما برای پهن کردن دین مبارک و در کار خیر سهمگزار باشد که خداوند برای این کارتان برای شما ثواب‌های زیادی را نویسد. خداوند نگهبان هر یک شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.